مکتوب‌های استاد عینی جزئی از تاریخ پرحادثه ملت ماست. مکتوب‌های عینی افشاگری راه پرشیب و فراز و ناهموار مردم تاجیک در جاده تاریخ سازی است. مکتوب‌های استاد عینی بیانگر تلاش‌های بی‌دریغ او در جاده دولت سازی نوین تاجیکان است. سامیان عزتمند، حالا شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با نویسندگان و اندیشمندان همزمانش با چهره‌های علم و ادب تاجیکی در تهیه، تحریر، برگردانی و نشر آن کارمندان اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، ادبیات شناس انزورت ملکزاد و گلبهار عثمانова سهم گذارند. در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف شنوید. به ابوالقاسم لاهوتی، جواب عینی به مکتوب لاهوتی، 6 ماه 4 سال 39 سمرقند. دوست عزیز محترم رفیق لاهوتی، خط 3 مارس نوشته اتان را حال حاضر گرفتم و برخلاف عادت پیشترم به واسطه خواندنم به جواب شروع نمودم، چون که همین ساعت تاشکند رفته ایستادم. اگر حاضر ماند تا برگشته آمدن میماند. این چند روزی گذشته را گاه در بیماری گاه در نیم بیماری گذرانیدم. در این میان کوشش کردم که سیوز نویسندگان ازبکستان برای مادر خالده یک پوتیافکه دهد. آخر خبر دادند که یک پوتیافکه که مدتش از 16 اپریل تا 15 می است میدهند. من از آنها پرسیدم که با تلگراف قیمت پوتیافکه و خرج راه را کی میدهد؟ برخلاف وعده پیشترهشان جواب دادند که خودتان میدهید. از بس که من به این جواب منتظر نبودم، یک قدر پول علاوگی تهیه کرده بودم و بس دیگر پول نداشتم. یک بار در پی پولیابی افتادم. البته در این گونه وقت تنگ پولیابی با فروش اسباب خانه می شود. هنوز پول تهیه نشده یک تلگراف آمد که اگر پول پوتیافکه را با پیرواد تا 5 اپریل نرسانید، 5 اپریل پوتیافکه را می فروشیم. 1 اپریل. من کوشش خود را باز هم سرعتناکتر کردم و در دوم پول پوتیافکه را که در مکتوب 1290 نوشته شده بودند و در تلگراف 1300 طلب کرده بودند، رقم آخری را پیرواد کردم. بلیت راه آهن را البته در این مورد کم پول و گانی سخت از سمرقند تا مسکو گرفتم. از سمرقند تا سوچی بلیت نبوده است. شوفر من که بچه خوبی هست تا مسکو همراه می رود و بعد از سوار کردن خاله‌اش در پایزد سوچی برگشته می آید. اینها از سمرقند 8 اپریل با سکاری می برایند و من همین روز تاشکند رفته پوتیافکه را به دست در آورده شبی از تاشکند گذشته رفتن اینها به وокزل تاشکند برآورده می دهم. خودم نتوانستم که تا مسکو روم. اولش اینکه مسکو حالا بارشگری است، دوم اینکه در خانه و در پیش بچگان کسی نیست. خلاصه اینها از سمرقند 8 اپریل با سکاری پاییز برآمده اگر در راه پاییز نماند 12 اپریل به مسکو می درآیند. امیدواریم که اگر لازم شود یاری خواهید رسانید. خصوصا که مادر خالده از وокزل کورسکی بلیت گرفته نمی تواند و شفیار هم در مسکو نابلد است. حاضر به همین قدر قناعت می کنم. امیدوارم که دچه به زودی تیار شود و بچگان هم به زودی سلامت یابند. با سلامی صمیمانه عینی. به همه سلام. خبرهای ناز، همین گونه مژده‌های فرهنگی در نامه‌های استاد عینی سرشار است و استاد عینی در نامه هم درباره وضع معیشی و حالت عیش و عشرت خانوادگی صحبت نمی‌کنند. هر یک نامه استاد صدرالدین عینی یک کشفیات تازه علمی است. درباره اهل علم، درباره استعدادها صحبت میکنند، درباره کشفیات‌ها صحبت، درباره تاریخ خلق تاجیک صحبت میکنند. صدها بار ما باید این نامه‌ها را خوانده و بزرگی استاد صدرالدین عینی ایمان بیاوریم، باور حاصل کنیم و خودمان تحقیقات‌های درباره عینی نویسیم. هر یک نامه‌ای که استاد صدرالدین عینی نوشته‌اند، هر یک بیان کننده یگان پهلوی مهمی حیات استاد عینی بوده است.
نامه های سرنوشت ساز و تاریخ ساز ملت. نامه های اصالت آفر و آرمانگرای ملی. نامه های خودشناسی و خودآگاهی ملی. نامه های افتخار برانگیز و هویت سازی استاد بزرگ صدرالدین عینی. رفیقان قدردان، در دنیا هیچ دولتی و خلقی نیست که مانند دولت و خلق تاجیک اهل علم و ادبیات را به این درجه حرمت، غمخواری و قدرشناسی کند. از ابوالقاسم لاهوتی، 7 ماه اپریل سال 1939. رفیق محترم، در یکی از خطتان نوشته بودید که بیت شکایت آمیزی یا بر رخ من نمی شود باز یا قلعه بخت در ندارد را به غزل دیگر بگذارم. سبب را خودتان حس میکنید گفته بودید. من از این چنان فهمیدم که شما میگویید مبادا مردم خیال کنند که لاهوتی به واسطه نگرفتن نشان رنجیده است. این را شما درست فهمیدید و از نصیحتتان متشکرم. اما این را هم علاوه میکنم برای شخص شما که اگر من یک ذره در خیال نشان گرفتن بوده یا هستم یا از نگرفتن حتی سایه خیال هم به سرم افتاده باشد، باید نامم را از دفتر آدم ها بیرون کنند. گرفتن نشان البته شرف است، اما فقط به خاطر گرفتن نشان کار کردن چندان شرف ندارد. مسئله دیگر است که خود را در مقابل تهمت و اغوای بیشرفان مدافع کردن. شما این تویغون نام شاعری ازبک را میشناسید. چندین سال پیش در استالیناباد پیش من آمده خواهش کرد که کتاب شعری او را بدهم با تاجیکی ترجمه و چاپ کنند. من گفتم که اگر ما برای ترجمه پول یابیم کتاب مکسیم گورکی را ترجمه میکنیم، نه کتاب تو را. ایشان رنجیدند و رفتند. پس از آمدن من به مسکو، یعنی بعد 2-3 ماه، به توسط غنی عبدالله ناصیرف و غیره کتابش را با ترجمه مرحوم منظم چاپ کننده پولی بسیاری گرفته بود. اکنون این بالشویک دو آتشه به اصطلاح نانوای ها سال گذشته عریضه داده است که او تویغون در دوشنبه بر ضد ملتچی ها مبارزه کرد، اما لاهوتی رحیم هاشم را از سمرقند همراه آورده با زور کاتب سیوز نویسنده ها کرد. لاهوتی با غنی عبدالله ناصیرف و دیگر دشمنان خلق گویا که دوست بود. کارکنان آن روزه سیوز نویسندگان SSSR عمدن این خط را پنهان کردند و شهرت دادند که بر ضد لاهوتی متریال هم هست. من به این هرزگویی ها اهمیت نمی دهم که اما دیگران یا عمدن یا حقیقتاً اهمیت داده بودند. فقط چند روز پیشتر مسئله آشکار شد بعد از معروضه رفیق ژدانف در سیزد پارتیا که فقط عریضه تویغون بوده است. طبیعی است که ثابت کردن این بهتان بیشرفانه آسان است. شما یادتان هست رفیق عینی چقدر من و شما پروتست کردیم که رحیم هاشم کاتب نشود و رفیق برویدا جداً پروتست مرا رد کرده و طلب کرد که رحیم کاتب شود. در سر همین کار من از استالیناباد رفتم تا برویدا سکرتری سیکه بود، دیگر به آنجا بر نگشتم. حالا ویزویزی این پشه بیناموس 2 سالی تمام مرا عذاب داد و نمیدانستم که این تعقیب و بدرفتاری از کجاست. حالا معلوم شد. اگر همان روزی که این عریضه را گرفت رهبری آن روزه نویسنده ها آن را با مجلس میگذاشت، حقیقتاً همان روز معلوم میشد. اما مصلحت شخصی او در این بوده است که آن را پنهان کند و شهرتش را عالمگیر. در هر حال حقیقت قوی‌تر از تهمت است. ببخشید که ناراحت کردم. به دوستان و رفیقان عزیزمان خالده، کمال و لطفیه سلام برسانید. از بانو به خدمت مادرشان سلام. با سلام و احترام، لاهوتی. امضا. سامیان عزتمند،
ёдрас мешавем ки шумо аз бахши хониши адабӣ мактубҳои устод Айниро бо шахсиятҳои бузурги замонаш ки дорои аҳамияти махсуси илмию адабиянд дар қироати ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Нурулло Абдуллоев аз радиои Фарҳанг шунидед. дар таҳия ва пешниҳоди гуфтор саҳм гузоштанд Салоҳиддини Нурзод ва Лутфия Қурбонова. анҷоми хониши адабӣ шоду масрур бошед. умри айни аз барои халқ сарфи хомашу халқи моро дафтари айни шаҳодат номашу умри айни аз барои халқ сарфи хомашу خلقی ما را دفتری عینی شهاد